الله ذوالجلال و الاکرام رو متشکر و سپاسگزاریم از این که این توفیق رو به همه من و شما عنایت فرمود تا در این جلسه بسیار مبارک خجسته محترم گرد هم جمع بشیم و دقایقی که در محضر الله ذوالجلال هستیم با ذکر و نام و یاد او و با مذاکره ایمان و قرآن و مسائل دینی قلوب زنگار بسته را صیقل بخشیم. خدای ذوالجلال و الاکرام رو بر این فضل و احسانش قدردان و سپاسگزاریم. تبریک و تهنیت عرض می کنم. این محفل خجسته رو خدمت دو داماد بزرگوار و عزیز ما جناب آقای عبدالستار دهمرده و عبدالظاهر دهمرده و خدمت خانواده محترم آقای عظیمی و حاج امیر دهمرده و همه بستگان و خیشان از خدای متعال خواهانیم کمون دوری که این دوتا جوان نقطه صفر زندگی خودشون رو با کلام خدا و با جلسه ایمانی شروع کردن، پروردگار عالم همواره نور ایمان و قرآن را در زندگی این بزرگواران بتاباند. حقیقتاً امروز روز بسیار مبارک و خجسته است و مجلس ما مجلس بسیار مبارکی است و این جمع بسیار نورانی است و برای یک عمل و برای یک فکر و برای یک عقد بسیار مهم و پیوند مبارکی منعقد و برگزار شده جای بسیار خوشحالی است. عروسی‌های اسلامی امروز الحمدلله در سر تا سر ایران اسلامی در گوش و گوشه این کشور پهناور جوانها دارن برگزار میکنن و به طور قطع میشه گفت که جوانها به این نتیجه رسیدن که اگر میخوان روی صلاح و خوشبختی و سعادت رو ببینند باید از ابتدا از شالوده و از آغاز زندگی خودشون شروع کنند و بسیار جای خوشحالی است که در محفل ما علمای بسیار بزرگواری حضور دارند. امام جمعه محترم اهل سنت زیرکو جناب حاج آقای حسینی تشریف آوردند و علمای دیگر جناب مولانا احراری، جناب سید مؤمن امام جمعه محترم عرصفت آب گرم، جناب مولوی فیض الله خوشگو که امام محترم اینجا هستند و سایر علما که اسم این بزرگواران رو من به خاطر ندارم. قطعا اگر عروسی غیر اسلامی بود علما دیگه اینجا نمی آمدن، حضور علما مشاهده نمی شد و این فضل خداست و بزرگواری این جوانان است که از لحظات اول با کلام خدا شروع میشه، با دعا، با نیایش و تا آخر با همین مسئله هست. میگن یه زمانی یه عالمی به مسجدی رفت جهت امامت، میگه داخل مجلس که رفت، داخل مسجد که رفت دید که چند تا پیرمرد فقط تو مسجد هست و بس، از جوانها خبری نیست، از نوجوانها خبری نیست. سوال کرد که اینها کجان؟ چرا نمیان به مسجد؟ گفتن که جوانها به مسجد نمیان، جوانها به کاباره میرن، به رقاصخانه میرن، به جایی که ساز و ارکستر باشه اونجا جوانها حضور دارن، نه به مسجد، نه به مراسم دینی، نه به حوزه های علمیه. اینها خبری نیست اینجا. عالم بسیار آشفته شد، نگران شد که چی شده و برای چه دلیلی امروز جوان ما به مسجد نمیاد. بلا فاصله آدرس کاباره رو گرفت، من میخوام برم داخل کاباره و اونجا اونها رو ملاقات بکنم. مردم گفتن که جناب فلانی، جناب مولانا صاحب، شما به کاباره نرو، رفتن شما به اونجا و صحبت کردن شما خشت به دریا زدنه و چیزی دیگری نخواهد بود. صلوات عنایت بفرمایید.
داخل کاواره رفت اونجا گفت من میرم دیگه، حالا هرچی شده باداباد، اگر بدنامم بشم زیاد موردی نداره دیگه. میگه یک مولوی رو تو کاواره دیدن دیگه، ولی انشالله احساس میکنم خوشنامی بیشتر باشه. دیگه رفت اونجا داخل کاواره دید بله هرچه که جوان مسلمان هست اینجا سیگار رو لبشه و نشسته و به اصطلاح خودش داره حال میکنه. بعد جناب مولوی رفت پیش رئیس کاواره، گفت آقا، گفت چیه؟ گفت که اینجا چه خبره؟ گفتم بله مجلس شادی و خوشحالی و عروسی و این مسائله. گفت که این خانومی که هر شب اینجا خواننده هست، رقاصه هست و میخونه و میرقصه، این خانم شبی چقدر میگیره و شما شبی چقدر جمع میکنید؟ گفت مثلا من شبی 1 میلیون تومان جمع میکنم، 400,000 تومان رو به این خانم رقاصه میدم. گفت که من بهت بیشتر از این میدم، 1,200,000 میدم، آیا اجازه میدی که فردا در این محل و در این کاواره من بزنم و برقصم؟ بلا فاصله این بنده خدا صاحب کاواره گفت که جناب مولوی وزارت میخوایم، ما تا به حال از ملا هر چیز دیده بودیم ولی رقص رو تا به حال ندیده بودیم، شما چطور میخواد برقصید؟ گفت بالاخره حتما ما هم یک رقصی بلدیم. گفت نه نه نه، آبروی روحانیت در میانه، مردم پشت سر شما دارن نماز میخونن، هنوز ملاها کاری نکردن، پشت سرشون 1000 کلمه حرف میزنن، وای بار زمانی که بیان برقصن دیگه واویلاست، میگن همه گذاشتن و ملاها برداشتن. گفت آقا حرف نزنه، اگر پولت کمه 1,500 2 تومن اصلا چه بگم؟ گفتم اصلا هدف پول نیست، هدف آبروه، هدف وجهه علماست. گفته که اونش به شما ربطی نداره. مثل میگه یک جوانی رفت به سوپرمارکت نوشابه بگیره، گفت که آقا یه نوشابه بده، گفت نوشابه زرد باشه یا سیاه؟ گفت اونش دیگه به شما ربطی نداره. حالا دقیقاً یا آقا هم همین حرف زد، دیگه اونش به شما مربوط نیست، فقط شما فردا شب این جایگاه رو در اختیار من قرار میدی یا خیر؟ گفت حالا که شما اصرار میکنی بالاخره بیاین فردا شب ما به اصطلاح رقص ملایی رو ببینیم، بعد نیست تو عمر ما یه تجربه داشته باشیم، شاید رقص تو خوشتر باشه و خوش آوازتر و خوش آهنگتر. خب چطور میخوای برقصی؟ هندی، استرالیایی، اروپایی، ایرانی، افغانی، به چه آهنگی و به چه بالاخره طریقی میخواید بخونی برقصی؟ گفت دیگه بالاخره میبینی فردا. بله فردا شب آمد و جناب مولانا، مردم نشسته بودن، جوانها روی میز و صندلی ها، روی مبله ها پا رو پا گذاشته بودن، مشغول چیتوز و پفک خوردن و تخم شکستن و سیگارام رو لبشون، و اگر داخل سیگارا چرس و بنگی هم بود دیگه خدا میدونه شاید بوده باشه. نشه بودن به اصطلاح خودشون، سود میزدن، کف میزدن و منتظر بودن که پرده بره کنار و رقاصه بیاد وسط مجلس و برقصه، چون که همیشه رقاصه پشت پرده بود. ساعتهای انتظار بسیار سخت بود، انتظار بسیار مشکله. و همین خاطر حاج آقای دهمرده از ساعتهای بسیار طولانی قبل از اینکه دیشب مغرب بشه میگه آقا شما حرکت بکنید، از مشهد تا اینجا حداقل 9 ساعت 8 ساعت راهه. انتظار رو نمیتونست تحمل بکنه، میگفت که انتظار خیلی سخته. بعد من تعجب کردم، گفتم ساعت 9 ساعت انشالله ما با کره مریخ میریم دیگه، چه برسه به خراسان جنوبی که شاید نزدیک باشه. اینها میخواستن که مردم رو در انتظار قرار ندن، چون که مقوله‌ای هست میگه اگر تازیانه را به دستم دهن که بزن، اولین تازیانه بر انتظار خواهم زد، که ما رو اینجا برسونه و مردم رو به انتظار نذاره. بالاخره ساعتهای انتظار به سر آمد و مردم تو کاواره نشسته بودن، سود میزنن که آقا زودتر باشید. بالاخره کاسه صبر ما لبریز شده و ما منتظریم که چشمان ما و قلب ما با دیدن رقاصه خوشحال بشه، که شما رو به انتظار نمیذاریم. پرده رفت کنار، جوانها سود زنان به استقبال رقاصه، یهو پرده که رفت کنار دید وا ویلا یک مولوی با یک ریش و عمامه بسیار بزرگ، همه از جا حرکت کردن میخواستن فرار کنن. گفت وا ویلا این هیولا دیگه چیه؟ به علما برخورد نکنه، جوانها اینطور تعبیر دارن، جوانی تا اون روز عالمی ندیده. وا ویلا این دیگه چیه؟ میخواستن فرار کنن، مجلس رو بشکنن، که مولوی صاحب دست بلند کرد گفت جوانها درست شما منتظر رقاصه است، شما رو خدا 2 دقیقه وایستید، لابد ما هم یک رقصی داریم، علیه که نیامدیم در جایگاه رقاصه قرار بگیریم. بعد شروع کرد و خطاب کرد، گفت عزیزان من، دوستان من، جوانا، خواهرا، برادرا، این همه شبها که برای شیطان زدیم و
رقصیدیم و پایکوبی کردیم. این همه شبها و روزها که از خدا غافل شدیم، اینجا تا صبح کنار چرس و بنگ و کوکائین و مورفین و تریاک و کریستال شبها را به غفلت گذراندیم. شما را به خدای امشب و بیاییم و برای خدا بزنیم و برقصیم. سپس زد زیر گریه و زجه و ناله و دست دعا رو بلند کرد که اللهم یا مقلب القلوب والابصار، ای خدایی که قلوب بندگان بین اصبعی الرحمن است، قلوب بندگان بین دو تا انگشت بلا کیف توست، هر جوری که بخوای میگردونی. خدایا این جوانها دارن میرن طرف جهنم، خدایا اینها نمیدونن، متوجه نیستن، شیطان غفلت کرده، اینها رو از یاد خدا غافل ساخته. پروردگارا تو دست اینها رو نگیری، خدایا اگر تو دست اینها رو نگیری کسی دیگر نیست. پروردگارا اینها دست رو بلند کردن به سوی تو، گرفتنش با توست. اینقدر زجه زد، گریه کرد که به قول مولانای روم تا نگرید ابر کی خندد چمن، تا نگرید طفل کی نوشد لبن، طفل یک روز همی داند طریق که بگرید تا رسد دای شفیق. تو نمیدانی که دای دایگان کی دهد بی گریه شیرت رایگان. گفته فلیبکو کثیرا گوش دار تا بریزد شیر فضل کردگار. عالم گریه کرد، همه جمعیت زدن زیر گریه. این جناب مولوی از کاباره زد بیرون، به خدا قسم همه جمعیت زدن بیرون پشت سر اون عالم و اونجا بود که مسجد با حضور جوانها سبز و پررنگ گشت. من خواستم در ابتدای صحبتم این مقدمه رو بگم که جوانها این همه عروسی ها، این همه شادمانی ها رو که با ساز ابلیس دادیم و رقصیدیم، بیام یه امروز رو برای خدا بزنیم و برقصیم. به امروز رقص ما رقص الهی باشه، رنگ ما رنگ الهی باشه، مجلس ما مجلس الهی باشه، شادی ما با نور خدا شادی باشد و شاد باشد و خوشحالی باشد. تجربه بکنید، جوانها در اقصا نقاط تجربه کردن. امروز جوانها بیدار شدن، متوجه شدن که عروسی های اسلامی بزرگترین نقش رو برای بیداری جوانها ایفا میکنند. ما با جناب حاج آقای دهمرده که در واقع میزبان اینجا هستن و خودشون شاهدن، 2-3 هفته پیش در بندر سیری که بندر عباس 23 عروسی رو در یک جا برگزار کردیم. 23 عروسی فقط در یک مکان و بیش از 125 عروسی رو انشاءالله اگر گزاف نگفته باشم فقط طی امسال ما در 7-8-9 استان ایران اسلامی برگزار کردیم. امشب هم در سنگان خاف شماست. اینها واقعا جای خوشحالی است و نقطه امیدی است برای اینکه ما بدونیم جوانها بیدار شدن و احیاگر راه دین و اسلام گشتن و انشاءالله به زودی زود تمامی مفاسد اجتماعی از میان جامعه ما برداشته خواهد شد. یک صلوات غرایی عنایت بفرمایید. بود البته اصل صحبت شروع نشده. جوانهای وقتی احساس خستگی نکنید. صحبت من قرار شده از 11:30 صحبت کنم که هنوز 2 دقیقه دیگه هم مونده تا 11:30 بشه. در حال احساس خستگی وجود نداره. این گلم بردارید که همه این جوانها گلن که ما میبینیم، نیازی به گل دیگر وجود نیست انشاءالله. یک صلوات محمدی عنایت بفرمایید دوستان. میگن یک زمانی یک مولوی داشت صحبت میکرد، عرض شود خدمت شما، با جوش و خروش، با جذبه، با حرارت. بعد از این که از مجلس آمد پایین از سامعینش سوال کرد که سخنرانیم چطور بود؟ گفتن خیلی عالی بود، سخنرانی بسیار جذاب، بسیار خوب، با حرارت. همه ما تحت تاثیر قرار گرفتیم. گفتن کدوم قسمت سخنرانیم بسیار جالب بود، از همه قشنگتر بود؟ گفت جدا نمیشه ما تمییز قائل بشیم، تشخیص بدیم. سخنرانیت خیلی قشنگ بود، جذاب بود. علما معذرت میخوام، من سعی میکنم سر عروسی‌ها با جوونا مقداری شوخی بکنیم به هر حال.
بعد گفت نه کدوم قسمت سخنرانیم جذابتر بود شما خوشتون آمد که من همیشه همون رو همه جا تکرار کنم؟ گفت همه جای سخنرانیت خوب بود واقعا، نیازی نیست دیگه، حالا ما که با شما تعارفی نداریم. دیگه زیاد اصرار کرد. گفت حقیقتش اگر میخوای راستی بگیم بدون رو در وایستی، همون قسمتی گفتی دیگر عرضی ندارم، خدا حافظ شما. از همه قشنگتر همون قسمت بود که من پیشنهاد میکنیم ما که همیشه همین قسمت تو سخنرانی زودتر بگو. حالا شما هم منتظر اون کلمه نباشید که حالا گفتنی نیست. یک صلوات دیگه نعت بفرمایید. بله، موضوع صحبت من یک موضوع بسیار سنگینی است. دعا کنید که بتونم از پس بیان این موضوع سنگین بر بیام. در مورد بهداشت روح و روان در جامعه اسلامی. شاید برای اولین بار باشه که مسئله بهداشت به عنوان یک ضرورت دینی مورد توجه قرار میگیره و هرگاه حرف از بهداشت و نظافت زده میشه، جوانها و جامعه ما فکر میکنن بهداشت یعنی تمیز کردن سر و صورت، بهداشت یعنی نظافت ظاهری، بهداشت یعنی رسیدن از شود خدمت شما به آلودگی ها و میکروب های جسم و جان. اما اینو بدونید که ما سه نوع بهداشت در اسلام داریم. یک، همون بهداشتی است که در اذهان شما تداعی شده و جایگزین شده و ریشه دوانیده و اون بهداشت جسم و جان است. حفظ جان از میکروب ها، از آلودگی ها و ویروس ها و مضرات ظاهری است. این یه نوع بهداشته. بهداشت دوم بهداشت جامعه هست که جامعه ما از انواع میکروب‌های ظاهری و باطنی نجات پیدا بکنن و جوانان ما به این انگل‌ها و به این دام‌ها گرفتار نشن. و اما مسئله سوم و بهداشتی که مورد نظر ماست و مد نظر قرآن و احادیث رسول خداست، بهداشت روانی است، بهداشت فکری است. این بهداشت مورد توجه و سخنرانی ماست ان شاء الله. دوستان یک صلوات دیگه نعت بفرمایید. مقابل و متضاد بهداشت روانی فشار روحی و روانی است. امروز این واقعیت رو قبول بکنیم که بیماری روانی، مشکلات و فشارهای عصبی، مشکلات و معضلات جامعه انسانی به حدی زیاد شدن که بیماری عصر حاضر را بیماری روانی نام گذاشتن و به گونه‌ای که برخی از روانشناسان عصر حاضر را عصر اضطراب نامیدند. بر اساس آمار سازمان بهداشت جوانی از نظر سطح ابتلا به بیماری‌های روانی، کشورهای پیشرفته مثل آمریکا، فنلاند، اسکاتلند، ایرلند در رأس کشورهای دنیا قرار دارند. بیماری روانی ها، من از ایدز صحبت نمی کنم، من از وبا و سارس و نمیدونم بیماری سرطان اونها کار ندارم، اونها به جای خودش. اما امروز غده های سرطانی فکری و روحی و بیماری های معنوی بزرگترین و مهلکترین ضربات را بر پیکر جامعه اسلامی وارد کرده است، به گونه ای که امروز جوان مسلمان ما در خراسان جنوبی، در این روستا و چه در روستای پیشرفته‌ای و یا در روستایی که از حیث امکانات سیر قهقرایی رو طی میکنه و بسیار از محدودترین و ادناترین امکانات برخوردار نیست، دچار این استرس و اضطرابه، به طوری که طبق آخرین آمار 30% افراد جامعه با فشار روحی مواجهند و از بهداشت روانی و فکری محرومند. علت کجاست؟ در چیست که امروز یک جوان 2 ساله رو میبرن به پزشک و به دکتر و متخصص نشون میدن، میگه آقا این ایست قلبی داره، ایست مغزی داره، این استرس و اضطراب داره. بگیر تا اون پیرمرد 80 ساله که سکته مغزی و قلبی میکنه.
این استرس و اضطراب از کجاست؟ آیا مگر نه این است که بشریت امروز در اوج اقتصاد و رفاه و آسایش قرار دارد؟ آیا مگر نه این است که امکانات رفاهی امروز به اوج خودش رسیده؟ آیا مگر نه این است که بشریت در عرصه صنعت و تکنولوژی دارد سیرها و گام‌های بسیار جدی رو برمی‌دارد و پیش به سوی جلو می‌روند؟ پس علت این نگرانی چیست؟ آیا پول میتونه مشکل روانی و روحی رو برطرف بکنه؟ هرگز. اگر پول حلال مشکلات می بود و بیماری های روانی رو حل می کرد، نباید 30% زنان آمریکا و 16% مردانشون به ویروس فشار روانی مبتلا می بودن. نباید 75% مردم آمریکا با قرص خوابشون نبره. نباید در سوئد که یکی از کشورهای پیشرفته دنیاست 30,000 نفر در سال گذشته اقدام به خودکشی میکردن. پس پول و مال حلال مشکلات نیست. به خدا قسم اقتصاد دافع استرس ها و اضطرابات جامعه ما نیست. مشکل این است که ما درد رو نمیدونیم. مشکل این است که ما یه روانپزشک متخصص در عرصه معنویت سراغ نداریم. اینجاست که روانپزشک‌ها، دکترها، متخصصین، بیمارستانها، خدمات پزشکی همه متحیر موندن که با این همه بیمار روحی و روانی چه کار کنن. راه رو اشتباه رفتیم و اینجاست که ضرر میکنیم. میگن یه زمانی لطیفه هست مولانا رشید احمد تو کتابش آورده، یک زمانی یک جوانی رفت روی درخت خرما برای چیدن خرما. درختای خرما خیلی بلنده. بعد که میخواست بیاد پایین دید نمیتونه بیاد، فاصلش با زمین خیلی زیاده. صدا زد یا للمسلمین، ای اهل ده، ای اهل روستا، به دادم برسید، نمیتونم بیام پایین. مردم آمدن دیدن وا ویلا این روی درخت رفته که واقعا پایین آمدن امکان پذیر نیست. آسانسور هم که اینجا وجود نداره تو این روستا. گفتن چیکار کنیم؟ گفتن بریم پیش رئیس ده. رئیس ده حلال مشکلاته. شورای روستا، هیئت امنای مسجد فلان خان مشکل رو یکی درمان حل میکنه. رفتن اونجا گفتن رئیس ده. گفتن چیه؟ گفتن ما با مشکلی برخوردیم. گفت مشکلتون چیه؟ گفت بله فلانی رفته رو درخت هر کار میکنه نمیتونه بیانیم پایین. گفت همین مشکل؟ گفت بله. گفت آقا این که مشکلی نیست، اینو من به یه دقیقه حل میکنم. اینو من به یه دقیقه حل میکنم. حرکت کردن دنبالش. حالا معذرت بخوام بر نخوره به رؤسای شورای اسلامی ما و یا هیئت امنای مسجد ما، این مقداری 3 کار میکرد به اصطلاح مغزش. یه مقدار بالاخانه رو اجاره داده بود بنده خدا، فقط پول داشت و مردم میگن هر کس که پول داشت دیگه عاقل اونه، هیئت امنا باید او قرار بگیره. رفت جلو، مردم پشت سرش، فقط تونتون تو راه میگفت خاک تو سر شما بشه. این مردم ده چقدر بی‌عقلن، همین آوردن این از پایین از بالا به پایین کاری داره. گفت یه تنابی از این سیم بوکسلا پیدا کنید. پیدا کردن، رفتن زیر درخت، یک سر این تناب رو محکم انداختن رو درخت. گفت بگیر جوان این محکم به کمرت ببند. این گرفت بست. مردم حالا همه تماشا میکنن. محکم بستی؟ گفت بله. گفت یک وانشه ها. گفت نه وانه میشه، خاطر جمع باشید. یک 70 تا از جوانای قلدر رستوران جمع کرد، این طرف تنابم داد دستشون. گفت حالا چیکار کنیم؟ گفت هم گفتم 1 2 3 که گفتم محکم ازم بالا بکشید بیار پایین. اینو محکم 3 که گفت رئیس روستا دیگه نمیتونه بعد 3 گفت مردم نمیفهمن 3 کار میکنه. کشیدم پایین. نه تنها این بیچاره مرد که پرس شد روی زمین. گفتن رئیس ده چی شد؟ گفت به خدا ما 1000 نفر رو از چاه اینطوری کشیدیم بالا، این لابد اجلش آمده. این لابد اجلش آمده که زود مرد، وگرنه ما 1000 نفر رو از چاه اینطوری کشیده بودیم بالا. حالا امروز واقعیت اینه که برای حل مشکلات پیش این چنین روانپزشکان جامعه ما میرن، پیش چنین کد خدایانی میرن، پیش چنین پزشکان و دکترا و اطبایی میرن که نه تنها امراض روحی و روانی اونها معالجه نمیشن، بلکه به مراتب دچار افسردگی و اضطرابات روحی و روانی قرار میگیرن و به قدری متاسفانه به مرز نابودی نزدیک میشن که هیچ کس نیست دست اونها را بگیره. سروران عزیز، امروز بیایم اضطرابات ما را بفهمیم چطور حل کنیم. آقا حرکت کرده، روزی 3 پاکت سیگار میکشه، روزی 3 پاکت. میگیم چی شد آقا؟ میگه خیلی ناراحتم. وقتی ناراحتم
مجبورم با سیگار خودم رو تسکین بدم. نمیدونم این دود از کی باز تسکین دهنده شده. سیگار میکشه که دودش بره تو حلق و بینی و روح روانش به اصطلاحی رو آرام ببخشه. و اگرم یکی بیمیره، مردم دخترها خصوصا زنها دیگه میرن به خانه او، اول یک 2 ساعت، یک دو دقیقه، 2 ساعت نه، هور گریه میکنن. بعد میگن همه چلی ما بیار که حداقل من یک ازای در کنی شوتی جانا. ای بی انصاف، این چطور قمیص که با دود چلی میخواد در بشه؟ و بعد اون آقام نشسته اونجا به صاحب عزا میگه برو یک چند نخ سیگار بیار. 88 میلیارد نخ سیگار سالانه وارد ایران میشه. چه خبره مگر؟ 88 میلیارد، هر نخی شما 1 تومن حساب کنید، 88 میلیارد تومن فقط دود هوا میشه. و بعد اینو آقا میگه این حلال مشکلات استرس رو کم میکنه. یا حرکت میکنه بلا فاصله بابا برو یک چند تا فیلم از این کلوب بگیر، از این فیلم های مهیج هندی، بیام اعصابم خورده این اعصابم بلکه راحت بشه. وقتی که فیلم رو نگاه میکنه تماشا میکنه اصلا روانی میشه. یا دست بچه‌شو میگیره بریم کنار پارک، خبر نداره که این انسان هایی که کنار پارک میرن هر کدومشون مجسمه مشکله. کنار دریا، کنار ساحل، تماشای تلویزیون یا نوشیدن شراب، مخدرات. آقا بیا سرما خوردی؟ بله سرما خوردم. تا یک 2-3 دود تریاک نزنی سرما خوردگیت خوب نمیشه. بیا یک 2-3 پف بزن معتاد میشم. نه آقا دروغه. اگر امشب و فردا شب و پس فردا شب 1 هفته پشت سر هم دیگر به یک وقت بکشی معتاد میشی. اینطور نیست که اگر امشب کشیدی فردا صبح کشیدی معتاد بشی. بسیاری به والله قسم دیروز دقیقاً به همین ساعت، دیرتر 1 ساعت بعد، ساعت 12:40 یه آقایی با یه خانومی آمد خونمون. تعدادی از علما اونجا بودن. وقتی آمد اینجا چشمم به این جوان افتاد، وا ویلا. دیدم زنش زد زیر گریه. گفتم چیه؟ گفت فلانی این شوهرم انسان نمازگزار و مسلمان و جماعت تبلیغی بوده. تعدادی از گرگه های 2 پا زیر پاش نشستن، زیر پاشو خالی کردن که تو اگر میخوای حال بکنی آقا 1 پف بزن تریاک، تو بشقاب پرنده سوار میشی میری تو فضا. 1 پف و 2 پف. بعد نگاه کردم صورت این رو فهمیدم که این از تریاک دیگه بالاتره، اند خط آخر خط رسیده. گفتم جوون چی میکشی؟ گفت آقا کریست میکشم. گفتم ماشاءالله خوب با تجویدم رعایت میکنی. کریستالش هم آقا کریست میکشم. زنش داره گریه میکنه، اون بیچاره تو حال خودشه. فلانی اینجا چرا آوردی؟ تو رو خدا من یه پسر دارم قسم میخور باور کنید گریم گرفت، روزی 3000 تومان کار میکنه. من نمیخوام فلانی این شوهرمو بفرست تا آخر عمر به جماعت تبلیغ. من با همون 3000 تومان بچم ساختم. شوهری که از خدا بیخبر باشه، شوهری که تهجدش قضا نمی شده، شوهری که صبح برای مردم 6 صفت بیان میکرده، حالا به این حالت گرفتار شده که دیگران با عنوان یه انگل بهش نگاه میکنن. مشکلات روحی و روانی رو با دود میخوای حل بکنی؟ با شراب میخوای حل بکنی؟ با احتیاط؟ های جوان، ای بسا ابلیس آدم روی هست، پس به هر دستی نباید داد دست. کار شیطان میکند نامش ولی، گر ولی این است لعنت بر ولی. دور شو از اختلاط یار بد، یار بد بدتر بود از مار بد. مار بد تنها همین بر جان زند، یار بد بر جان و بر ایمان زند. صحبت صالح تو را صالح کند، صحبت طالح تو را طالح کند. نار خندان باغ را خندان کند، صحبت نیکانت از نیکان
پنهان کند. ای فغان از یار ناجنس، ای فغان هم نشین نیک جویید. ای مهان می رود از سینه ها در سینه ها، از ره پنهان صلاح و کینه ها. صحبت از علم کتابی خوشتر است، صحبت مردان حق آدمگر است. اندر این دنیا نیرزی با خسی، تا نیاویزی به دامان کسی. دور شو از بدن که صحبت بد، گرچه پاکی تو را پلید کند. آفتابی بدین بزرگی را تکه ابر ناپدید کند. اما واقعیت این است که سروران گرامی و برادران بزرگوار، تنها اهرمی که میتونه آرامش روحی و روانی را، بهداشت روانی را برای انسان به ارمغان بیاوره، قرآن عظیم الشأنه. دل پردرد را دوا قرآن، جان مجروح را شفا قرآن. هرچه خواهی ز نص قرآن جو، که بود گنج علمها قرآن. خوب دوستان گوش بدن، صحبت رو بگیرن بفهمن تا آخر. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. ما تو قرآن وننزل من القرآن ما هو شفاء و رحمت للمؤمنین. این آیه خدا میگه ما قرآن را شفا برای مؤمنین نازل کردیم. این شفای قرآن مال چیه؟ یا این مال اینه که جن تو رو بگیره بیاد پیش ملا صاحب یک چوب پیکن که من زبر به این؟ نه، به خاطر این نیست. رو آب دم بکنه تو خوب بشی؟ نه، برای اینی که سحر و جادو تو باطل بکنه؟ نه، خدا شاهده. شفای قرآن به این معنا نیست. آیه 2: قد جاءتکم موعظة من ربکم و شفاء لما فی الصدور. قرآن آمده تا قلبها را معالجه بکنه، به صراحت روح ها روان را معالجه بکنه، دردهای معنوی رو. 3: قل هو للذین آمنوا هدی و شفا. این آیات قرآنه. حضرت علی می‌فرماید از قرآن برای بیماری های خود شفا بطلبید، که قرآن بیماری ها را شفا میده. قرآن چطور شفا میده؟ این قرآن تو دست ماست، تو خونه ماست، تو جیب ماست. قرآنی که تو جیبت گذاشتی که تصادف نکنی، قرآنی که آقا تو جیبش گذاشته که جن او رو نگیره، قرآنی که تو خونش گذاشته که دیو و پری نیاد، قرآنی که به بازوش بسته که تیربند باشه که تیر بهش اصابت نکنه. قرآن مال اینه؟ قرآن برای این گذاشتن که سر عروسی ها با عنوان مهریه یک جلد کلام الله مجید. قرآن برای اینه؟ از علماتون بپرسی. اگر قرآن برای این می بود، کتاب مولانا عبدالسلام ضعیف تو ماشین من نیاوردم، یکی از بزرگوارانی که در افغانستان توسط آمریکایی ها دستگیر شد خاطراتش نوشته، بخونید خاطرات گوانتانامو. اون جایی که یک ها میگه سر صدایی رو شنیدم، دیدم تعدادی از زندانی ها رو میزنن و میبرن، چشما بسته، دیدم چه کار میکنن، متوجه شدم که قرآن ها رو از قلب جوونا ها، از تو دستاشون، از تو جیبشون در میارن، قرآن ها رو جمع میکنن. گفتیم چه کار دارن میکنن، برای چی قرآن ها رو جمع میکنن؟ متوجه شدیم، تتبع بررسی کردیم، دیدم همه قرآن ها رو جمع کرد در یه جا و سپس جلوی چشمان ما به خدا قسم روی قرآن ها ادرار کردن. اگر این قرآن برای این می بود، به خدا قسم اینقدر اونها از قرآن نمی ترسیدند. قرآن ها رو برداشتن درون دستشویی ها ریختند. ترس اونها از جایی دیگره. اونها میدونن که قرآن عظیم الشأن بزرگترین معلمه، بزرگترین پزشکه، بزرگترین دارویی است که میتونه تمام دردهای جامعه رو مداوا بکنه. قرآن به دل فسرده جان میبخشد، از پرتو خود جان به جهان میبخشد. این معجزه رسول پاک عربی حتی که حیات جاودان میبخشد. این قرآن سروران عزیز، قرآن کریم برای این کارها نیامده. قرآن ادبستان رحمان، سفره و خوان منان، فرمانده بی زبان، حجت خدا بر مخلوقان و پل ارتباطی بین بندگان و خدای منان است.
قرآن 3 نسخه بزرگ رو برای حل بیماری ها و بحران های روانی بیان می کند. 3 نسخه رو. جوان های عزیز، باور کنید هدف از آمدن ما فقط اینه که من و شما بیایم با قرآن آشنا بشیم، وگرنه هیچ کس بیگار نیست 600-700 کیلومتر راه، این هم مسیر طولانی تا 1 دقیقه 1 ساعت اینجا صحبت بشه. هدف این نیست، هدف هیچ نیست. هدف فقط اینه که ما بیایم قرآن رو بشناسیم، خدا رو بشناسیم، مذاکره بشیم. البته میشناسید الحمدلله، ولیکن ازدیاد بشه. فذکر فإن الذکری تنفع المؤمنین، قرآن میفرماید. 3 نسخه. اولین نسخه‌ای که قرآن عظیم الشأن برای حل بیماری‌های روحی و روانی تجویز میکنه ایمان است، ایمان به خدا. چقدر زیبا میفرماد قرآن، گوش کنید. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم الذين آمنوا ولم يلبسوا ایمانهم بظلم اولئک لهم الامن وهم مهتدون. کسانی که ایمان آوردن و با این ایمان کفر و ظلم و شقاق و بدبختی رو قاطی نکردن، اولئک لهم الامن، اونها از بهداشت روانی برخوردارن. اونهاست که فشار روحی و روانی از اونها دور میشه، اونجاست که استرس و اضطراب از اونها دور میشه. آیا غیر از این است؟ تاریخ بزرگترین گواه بر این ادعای ماست. آیا مگر نه این است که حضرات صحابه، حضرت عمر، حضرت علی، حضرت ابوبکر قبل از اینکه اسلام بیارن از کوچکترین خطر احساس خطر و ترس میکردن، اما زمانی که به اسلام میان و از چشم سار زلال قرآن آب مینوشن، اونجاست در هنگام هجرت عمر میگه یا مردم یا للمشرکین، من عمر میخوام فردا هجرت بکنم. هر کس میخواد زنش بیوه بشه، بچه‌اش یتیم بشه، از زندگیش بی زندگی بشه، بیاد فردا فلان در من اونجا منتظرشم. این استرس و اضطراب رو کی دفع کرد؟ آیا غیر از این است که چند ساعت پیش ایمان آورده، چند روز پیش ایمان آورده؟ اون زمانی که صحابه در بحرانی ترین وضعیات قرار میگرفتن، چه نیرویی بود که استرس و اضطراب رو دفع میکرد؟ هر که ترسید از حق و تقوا گزید، ترسد از وی جن و انس و هر که دید. کسی که از خدا بترسه، هر که حق باشد چو جانن در تنش، خم نگردد پیش باطل گردنش. خوف را در سینه او راه نیست، خاطرش مرعوب غیر الله نیست. چون خدا داری ز غم آزاد شو، از خیال بیش و کم آزاد شو. قوت ایمان حیات افزایدت، ورد لا خوف علیهم بایدت. چون کلیمی سوی فرعونی رود، قلب او از لا تخف محکم شود. هر که رمز مصطفی فهمیده است، شرک را در خوف مضمر دیده است. قرآن آمده ایمان به خدا استرس ها و اضطراب ها را دور میکنه. اگر احیانا مشکلی هم بیاد، راحت از کنار مشکل رد میشه. این مشکل رو خدا آورده، خدایا تو آوردی، خدا این مشکل از توست. عروه ابن زبیر یکی از بزرگان تابعینه، میگه پاش بیماری خوره افتاد. پزشکان اونجا تشخیص دادن که باید پاش قطع بشه برای اینکه این آفت و این ویروس به سایر بدنش مبتلا و سرایت نکنه. گفتم باید قطع کنیم. گفتم مقداری شراب بخور یا چیزهای تخدیر کننده، افیون، تا اینکه از حالت طبیعی خارج بشی و درد و احساس نکنی. میدونی چی میگه؟ میگه کسی که به خدا ایمان داره، سبحان الله، اینو حرف شاید ما نفهمیم چون که ایمان ما مقدار ضعیفه. میگه کسی که به خدای متعال ایمان داره، محاله که برای درد خدا معصیت خدا رو انجام بده. بدی کارو بکنی، به نماز میسته با راز نیاز با خدا، میگه الان بیاد پامو در بیارید. پاشو در همین حالت که دارن در میارن خبر میدن که آقا عروه ابن زبیر پسرت از دنیا رفت. ما باشیم میگه خدا چه خبره، هرچه مشکل روماست، هرچه آزمایش روماست. اما عروه ابن زبیر دست بر میکنه میگه خدایا تو رو شکر میگم که 2 تا پا دادی، یکی رو سالم نگه داشتی، 2 تا فرزند دادی، یکی رو گرفتی، یکی دیگه هست. کسی که ایمان به خدا داره مشکلات رو مشکل نمیبینه. میگه از دستت ار آتش بود، ما راز گل مفرش بود. هر چه از تو آیت خوش بود، خواهی شفا خواهی علم. زنده کنی عطای تو، ور بکشی فدای تو. دل شده مبتلای تو، هر چه کنی رضای تو. ناخوش تو خوش بود بر جان من، دل فدای یار دل رنجان من. چون شفا ای دل ربا از خستگی و درد توست، خسته را مرهم مساز و درد را درمان مکن.
اون کسی که با خدا عاشقه استرس و اضطراب و ترس براش معنایی نداره. در سال 1376-77 پژوهشی توسط پزشکان و روانشناسان در بیمارستان از زهرای اصفهان بر روی 148 بیماری که منتظر عمل جراحی بودن صورت گرفت. نتیجتا اینطور اعلام شد که اکثریت کسانی که مذهبی بودن، افراد نمازخوان و با دین و عبادت بودن، راحت و خیلی سالم از زیر عمل جراحی بیرون آمدن. چون کسی که میره زیر عمل جراحی با خودش میگه خدایا اگر بمیرم به تو میرسم، اگر زنده بمونم حیات رو تو به من دادی، مرگ و نعمت حیاته. نشان مرد مومن با تو گویم که چون مرگش رسد خندان بمیرد. فرقی نمیکنه. کسی که خدا رو میشناسه، کسی که ایمان داره، مرگ رو پولی برای رسیدن به خدا میدونه. مرگ، درد، زندگی بسیار افسرده، همه اینها رو وقتی انسان از جانب خدا بدونه، انسان راحت از کنار اینها میگذره. وقتی در مقابل اهریمنی قرار بگیره، به ایمان خودش اتکا میکنه، نه به پولش، نه به پارتیش، نه به مالش، نه به وجهش، بلکه میگه خدا هست. در تاریخ ما نام یکی از اولیای خدا داریم به نام عبدالله ابن عمرو. ایشون میگه که از تاجران بود، رفت به سرزمین یمن مقداری مال تجارت بکنه، خریداری بکنه. در میان راه حمال و باربری رو دید، گفت این مال من رو به فلان جا برسان، به سرزمین عراق یا هر جای دیگر یادم نیست. میگه حمال باربر برداشت، مال رو حرکت کرد. در میان راه این باربر و حمال از اون جایی که قصد سوی داشت به این بزرگوار، به این عبدالله ابن عمرو گفت آقای عبدالله، گفت چی؟ گفت بیا از این راه بریم. گفت این راه کجاست؟ گفت این راه اگرچه بی راه است ولی نزدیکترین راه به مقصده. هرچی این اصرار کرد گفت امکان نداره. مجبور کرد تا سواری رو از راه راست به راهی پر پیچ و خم هدایت کرد. وقتی که آمد در میان قلب کوه‌ها و جنگل‌ها قرار گرفت، ناگهان چشم عبدالله به سرهای بریده زیادی افتاد. جوان خوب گوش بده اینجا رو. گفت عبدالله، گفت چیه؟ گفت وایستا، این همه سرها رو میبینی که اینجا بریده شدن و افتادن، میدونی کار کیه؟ گفت نخیر. گفت اینا همه کار منه. انا لله، تو بخوان که خلاصی، آمدم تو رو بکشم، من حیله کردم، من با تو از راه ترفند وارد شدم. گفت عزیز من برای چی این کار میکنی؟ پولت کم بیشتر بدم؟ گفت نه، من خوناشامم. خدا نکنه انسان بی ایمان بشه، هر غلط و جنایتی از دستش برمیاد وقتی که لگامش گسیخته بشه. حرکت کرد، گفت این مال من، همه مال تو، به جونم کار نداشته باش. گفت اتفاقا هدف من جون توست. هرچی زاری کرد امکان نداشت. انسان مؤمن نمیترسه. گفت پس اجازه بده من 2 رکعت نماز بخوانم، در آخرین لحظات با ربم، با مولام، با رب العزت و جلال ارتباط برقرار کنم. این که به خدا ایمان نداشت گفت 2 رکعت نه، برو 10 رکعت نماز بخون. این سر رو سجده گذاشت، گفت پروردگارا کریما، این دعای ویژه و معصور رو بخوان که یا ودود یا ودود یا ودود یا ذو العرش المجید یا فعال لما یرید. خدایا درهای امید به روی من بسته شده، بگشای خدایا که گشاینده تویی. خدایا من کسی غیر از تو ندارم. ربا کریما، تو خودت گفتی ادعونی استجب لکم. خدایا تو خودت گفتی تعرف الی الله فی الرخاء یعرف که فی الشده. هنگام مشکل، هنگامی که خوشحالی، هنگامی که توان و انرژی داری، خودتو به خدا معرفی کن. خدا هنگام مصیبت دست تو میگیره. خدا من تو عروسیم خوشحال بودم ولی ارکستر نیاوردم. خدا من زمان خوشحالی و غم از تو جدا نشدم، همه جا همدمم تو بودی. پروردگارا کریما، امروز این اهریمن بر من مسلط شده.
خودت هر طوری که دوست داری به سلام ببینی فیصله کن. که ناگهان این سر با سجده بود، زلزله و ولوله‌ای در آسمان مشاهده کرد. سر را از سجده و نماز که برداشت، دید خیل سپاهی داره میاد با سرعت بسیار بالا و بزرگ. آمد جلو و جلوتر. این اهریمن رفت به جنگ اونها که اون یک الله اکبر گفت و سر این رو جدا کرد. این رفت جلو گفت تو کی هستی ای فرشته نجات که در آخرین لحظات به داد من رسیدی؟ گفت ای جوان، اینو میخوام بگم، ای جوان، هنگامی که یا رب تو، یا ودود تو از قلبی آکنده عشق و محبت به خدا بلند شد، به خدا قسم که عرش خدا به زلزله در آمد. خدای متعال گفت ان ادرکوا عبدی، برید بنده منو درک کنید و دریابید، برید با آغوش بگیرید. فرشته هر کس زودتر بره اون از مقربان دربار من الهه. همه دویدن، اما من جبرائیلی که به محمد نازل می شد، جبرائیلی که به موسی و عیسی نازل می شد، امروز آمده دست این جوان رو بگیره. اون کسی که ایمان به خدا داره اینطوره. جوون، تو رو خدا از خدا بترس. با استرس ها و استراب ها با ایمان میتونی مبارزه بکنی، ولی امروز اینجوری نیست. هنگامی خوشحالی میزنیم و میرقصیم، شادی میکنیم و حال میکنیم به اصطلاح جوانها. وقتی که مشکل میاد الله 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 الله، این به درد نمیخوره، ارزشی نداره، به دربار خدا قبولیتی نداره. شاید خدا از روی لطف و کرم ببخش، کاری نداریم، ولی خدا میگه در حدیث قدسی تعرف الی الله فی الرخاء، هنگامی که خوشحالی شادمانی خودتو به خدا معرفی کن، یعرف که فی الشده، خدا هنگام مشکلات دستتو میگیره. ولی امروز چرا وقتی که راه زندگی هموار میگردد بشر تغییر حالت میدهد، خونخوار میگردد، به وقت عیش و عشرت مینوازد ساز بیدینی، به وقت تنگ دستی مؤمن و دیندار میگردد. وقتی چکاش برگشت بخوره الله الله هایی میزنه که میخواد آفاقو بسوزه. انسان مؤمن در خلوت، در جلوت، در تاریکی، در ظلمت، در جمع، در وحدت، هر کجا هست با الله هست، با خداست و احساس نزدیکی میکنه هر لحظه به خدای متعال. این اولین کار ایمان است. دومین کار ایمان و دومین اهرمی که ایمان در زندگی انسان ایجاد میکنه، پلیس مخفی و نامرئی رو بر قلوب تک تک ما ایجاد میکنه. این خیلی مهمه. ایمان که آمد یه پلیس مخفی است. تو دنیا هر قانونی هر چقدر پیشرفته باشه، پلیس های نامحسوس میتونن فقط از با دوربین از 200 متر 500 متر حداقل کنترل بکنن. ولی که ایمان به خدا پلیس نامرئی رو در وجود انسان احیا میکنه که هر زمانی که میخواد دست به گناه بزنه ایمانش میگه نه، خطر داره، از چراغ قرمز خدا رد نشو، از حریم خدا عبور نکن، حریم الهی را نشکن، که خدای متعال میفرماید و ان علیکم لحافظین کراما کاتبین. روز قیامت 4 این پلیس ها میاد، 4 پلیسن. این پلیس ها 4 نبض قبض جریمه و 4 شاهد میارن. شاهد اول اعمال انسان. خود نماز بلند میشه، پل صراط هنگام میخواد رد بشه، نماز میگه یا الله اینو حفاظت کن همونطوری که منو حفاظت کرد. هنگامی که جوان مسلمان نمازگزار میذاره تو قبر، نکیر و منکر میاد سراغش، من ربک ما دینک من نبیک، میگه دعنی حتی اصلی، فرشته برو کنار که نماز عصرم قضا نشه. خدای متعال میگه فرشته از این داری چه سوال میکنی؟ روزی میگه خدایا تو صلات رو براش هموار کن، این منو ضایع نکرده. ولی هنگامی که انسان فرائض خدا رو و اوامر خدا رو نادیده بگیره، میخواد وارد بهشتم بشه، قرآن بلند میشه میگه خدا حرف منو و کار منو و عمل منو و خواسته منو با این تصفیه حساب نشده، اینو ضایع کن همونطوری که منو ضایع کرده. نماز میگه خدایا اینو رو سیاه کن همونطوری که روی منو سیاه کرد. قبول نمیکنه.
ان الانسان کفورا جهولا منوعا جزوعا. اینا همه صفاتی در حق انسانه که منکره، فکر میکنه قاضی دنیاست. شاهد دوم بیا، کیه؟ شاهد دوم فرشته هاست. و ان علیکم لحافظین کراما کاتبین، فرشته های ملک هایی که بر انسان محافظه. خدا این فلان گناه رو کرد، اگه قبول نمیکنه تصویرش هست، فیلم برداری شده. یه بچه 2 ساله پیش ما باشه امروز دست به گناه نمیزنیم، فکر میکنیم این بچه 2 ساله همه جا میره میگه، ولی غافل از این که و ان علیکم لحافظین کراما کاتبین هو معکم اینما کنتم، اون خدا با توست. و این انسان فرشته ها رو هم انکار میکنه، خدایا اینها هم دروغ میگن. گروه سوم، پلیس سوم، اعضا و جوارح یوم تشهد علیهم السنتهم و ایدیهم و ارجلهم بما کانوا یکسبون. دست بلند میشه به شهادت، خدایا من گواهی میدم که این با این دست، یعنی با من، دست به نامحرم زد، این با این چشم به نامحرم نگاه کرد، لب میگه خدا اون زن منو ماتیک و سرخاب زد رفت تو جامعه، چشم میگه منو سیاه کرد رفت نظر دیگران رو جلب بکنه، سر و مو میگه خدایا این منو لخت کرد تا دیگران متمایل بشن به سوی زنا، قلب میگه خدایا این تصمیم گیری کرد. همه اینها بر علیه انسان گواهی میدن یوم تشهد علیهم السنتهم و ایدیهم و ارجلهم بما کانوا یکسبون. انسان ناگهان میگه خدایا این اول که با خود اعضا میگه لما شهدتم علیکم، چرا بر علیه خودتون داری گواهی میدید؟ مگر خبر ندارید الان باید بسوزید؟ قالوا انطقنا الله الذي انطق كل شيء، اون خدایی که طفل رو در مهد گویا او کند، اون خدا ما رو به سخن در آورده، از قدرت ما خارجه. اینجاست که میگه خدا اینها هم دروغ میگن، قبولشو ندارم. که ناگهان گروه چهارم بلند شو و تو گواهی بده، کیه؟ یوم جئنا من کل امت بشهید و جئنا بک علی هؤلاء شهیدا. گواه چهارم محمد رسول الله، تو بلند شو. رسول الله تو بلند شو و گواهی بده بر اعمال امت. و رسول الله بلند میشه. آیا میتونی بگی ای الله محمدم دروغ میگی قبولش ندارم؟ اینو دیگه نمیتونی. هو الصادق الصدوق الامین ما جربنا علیه کذبا. محمدی که کفار دروغ بهش ترجمه نکردن، تو چطور میتونی بگی رسول الله دروغ میگه؟ خدایا خودت نجات بده. این پلیس در وجود ماست، این پلیس مخفی. وقتی میخوای از 3 تا تابلوی اول وقتی میخوای چراغ قرمز رنگ بشی نشون میده به اما من طغى و آثر الحیات الدنیا فان الجحیم هی المأوی. تابلوشو بلند میکنه های از جهنم بترس، از عذاب خدا بترس، از عذابی که کوها میترسن. جعفر طیار، کسی که 2 تا دستشو برای خدا داد، روزی میگه با رسول الله صلی الله علیه و سلم از جایی رد میشدم، تو غزوه‌ای میرفتیم، گفتم یا رسول الله به شدت تشنه‌ام، تشنگیم با چه رفع کنم؟ رسول خدا هر چه گشت آبو ندید، گفت برو به این کوه، برو به این کوه و سلام من محمد رو برسون و بهش بگو که رسول الله گفته به من آب بده. حضرت جعفر طیار رفت روی کوه ایستاد و سلام رسول الله صلی الله علیه و سلم را رساند که ای کوه محمد رسول الله به تو سلام میکند و میگوید که به من آب بده، من تشنه‌ام. ناگهان کوه لرزیدن گرفت، گفت ای جعفر، سبحان الله، آب میشه انسان به خدا. ای جعفر برو سلام منو به محبوبم برسان و بگو یا رسول الله از روزی که اون آیه نازل شد که در روز قیامت هیزم آتش جهنم انسان ها و کوه ها و سنگاست، از بس که گریه کردم که مبادا من هم هیزم جهنم باشم، به خدا قسم تمام آب من خشکیده است.
سبحان الله. یک کوه، یه سنگ به قدری گریه میکنه که آب در بدنش نمیماند، ولی امروز به چشم مرگ کسان دیدم و ز خود غافل، بدا به من که زدم گوش خیش را به کری. ناگاه بود که از این جهانت ببرن، که از حلقه جمع دوستانت ببرن، غافل منش این زمان زمانت ببرن، گر تو نروی کشان کشانت ببرن. جوان مسلمان، جوان مسلمان، انا عرضنا الامانه على السماوات والارض والجبال فابين ان يحملنها واشفقن منها وحملها الانسان. کوه‌ها قرآن رو قبول نکردن چون که سنگینیشو نمیتونستن، ولی من و تو قبول کردیم، ولی خیلی خیلی واقعا غافلیم. سومی، قرآن، ایمان برای کنترل غرایز جنسی و تنظیم آنان بسیار مهمه. ایمان غرایز جنسی رو کنترل میکنه. دختری که میخواد بی‌حجابی بکنه، ایمان میاد میگه دخترم، حجاب و عفت بزرگترین نیروست برای تو، بزرگترین عزته. بشنو از چادر که در تو طیف زن، تار و پودش با تو میگوید سخن. میگه ای خواهرم، ای خواهرم، اینقدر تنازی مکن، با اصول شرع لجبازی مکن. هنگامی که جوانی میخواد شراب بخوره، ایمان میاد میگه نکن. تریاک بکشه، ایمان میاد میگه این کار رو نکن. سبحان الله. آقای به نام محمد جیمس، یکی از جوانان انگلیسه، تو مجله ندای اسلام حتما قصهشو خوندید جوونا. محمد جیمس اگر درست تلفظ بکنم، ایشون میگه من اهل انگلستانم، جوانهای انگلستان تعدادی مسلمان بودن، من که مسیحی بودم بی بند و بار، ولی جوانهای مسلمانم بی بند و بار بود. این قصه نیست، مال الانه. میگه شیخ عبدالرحمن از مالزی میامد لندن، رفت و آمد میکرد، برای اینها کلاس میذاشت. نهایت اینها رو جمع جور کرد، گفت شما مسجدی برای خودتون دست و پا بکنید. گفتن که ما در صورتی میتونیم دست و پا بکنیم که شما تشریف بیارید. شیخ عبدالرحمن قبول کرد، آمد اونجا در انگلیس، لندن، آمد اونجا برای جوانها کلاس گذاشت، کلاس قرآن، مسجدی پا کرد، نماز. در ماه رمضان، شب اول رمضان، همه جوانها رو جمع میکرد برای افطاری شب اول خونه خودش، شیخ عبدالرحمن. بعد دیگه دعوت میکردن بقیه جوانها. روزی یکی از جوانهای عرب شیخ عبدالرحمن رو دعوت کرد برای صرف افطاری. شیخ عبدالرحمن آمد، این جوان عرب، جوانها خوب گوش بدن، حواس این طرف باشه، هر کس میاد خوش میاد، مهم نیست. صلواتی نهید بفرمایید. بله مقداری جمع‌تر بشینید، جزاکم الله خیر. این جوان عرب که مسلمانم بود، آورد مقداری شربت و شیرینی و خرما و سفره افطاری رو رنگین کرد و جلوی شیخ عبدالرحمن گذاشت. شیخ عبدالرحمن برداشت مقداری از این شربت ها را برای نوشیدن. یک و دو جرعه که خورد، احساس عجیبی کرد، دید این شربت ها مزه عجیب و غریبی داره. گفت این شربت ها مزه عجیب و غریبی داره. گفت که این شربت از نوع مقوی و بسیار زیبایی است، خوبی است، شما استفاده بکن، مشکلی نداره. این تا ته لیوان خورد. نماز اقامه شد، نماز خوندن. بعد از نماز آمد، یک و دو لیوان دیگه هم ریخت. شیخ عبدالرحمن مصرف فرمودن، تناول فرمودن. بعد از اون این جوان عرب زد زیر خنده. گفت چرا میخندی؟ گفت میدونی تو شربت ها چی بود؟ گفت نه. گفت من تو شربت ها مقدار ویسکی و ودکا و شراب ریخته بودم. شیخ عبدالرحمن خودش هم اون طرف خندید. ناگهان ایمان، کسی که ایمان رو بخوره، کسی که نداشته باشه میگه ولش کن، حالا دو قطره شراب خوردم، دو قطره شراب اشکالی نداره. به خدا قسم ابوبکر گونه، مال الان ها، ابوبکر گونه دستراب در حلقوم کرد و تمام افطاری و شراب را بیرون ریخت و سپس سر رو به سجده گذاشت و گریه کرد. گفت خدا به عظمتت سوگند که من خبر نداشتم، به للهیتت سوگند من خبر نداشتم که شراب داشته، ولی نمیدانم که روز قیامت کنار رسول الله
با چه روی حاضر بشم بگه عبدالرحمن شرابخوار؟ یا الله، یا ربا، یا ارحم الراحمین، تو از سر تقصیرات من بگذر. من اشتباه کردم، من نفهمیدم. به قدری زجه و گریه زد تو ماه رمضان افطاری با شراب، به نفهمی اینقدر گریه میکنه. حالا جوون ما سحریشم آخرین کاری که میکنه سحریش تمامه سیگار دود کن که من میخوام سیگار بکشم که تا شب خمار نباشم. شب که افطارم که میشه اول سیگار و اول گرد و تریاک و افطاری و سحریش با دوده. بعد خوشحاله که روزشم قبول شده. عید رفتیم ایدی، خانه یک از دوستان قسم میخورد که یکی از دوستان رو اسم گرفت که تو خونش منگل گذاشته تریاک و هر جوونی که وارد میشه میگه بفرما سفره ایدی. عید محمد و تبریک میگه و بعد ایدی اونها چیه؟ کریستال، تریاک، هیروئین، گرد. عجیب شدیم ما، اسم خود ما رو مسلمان و احمد و محمد و محمود هم گذاشتیم. اون جوان عرب وقتی این گریه دید از یک جوان معذرت خواهی کرد، معذرت میخوام منو ببخش. گفت چطور تو رو ببخشم اگر خدا منو نبخشه؟ که ناگهان محمد جیمس اونجا نشسته بود، وقتی این واقعه رو دید حرکت کرد، گفت شیخ دستتو دراز کن، اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمد رسول الله. مسلمان شد با یک صلابت، با یک قاطعیت، با یک ایمان و سپس گویا این اشعار رو میخوان: خداوند از افعال شمیع خود پشیمانم، عنایت وامگیر از من که دلتنگ و پریشانم. هوا از یک طرف شیطان ز یک سو نفس و از یک ره، منم اندر میان تنها به حال خویش و حیرانم. تو خود گفتی که دعوت کن اجابت یابی ای بنده، گناهکارم تو را یا حضرت غفار رو میخوانم. اشتباه کردم شیخ عبدالرحمن، من 30 سال عمرمو در مسیحیت گذراندم ولی امروز به دست تو مسلمان شدم. عبدالرحمن چقدر خوشحال شد. خدایا معلوم میشه که از سر تقصیر من گذاشتی. جوون مسلمان، ایمان کنترل کننده غرایز جنسیه. امروز به این آقایون 10 مرده ایمانشون به اونها دستور داد که غریزه خودتون کنترل کنید. میتونستید اینجا موسیقی بیارید، میتونستید میدونم رقاصی بیارید، میتونید اینجا زنهای بی حجاب و بد حجاب بیارید، ولی که نیاوردید به خاطر ایمانتون. این ایمان مورد قبول درگاه الهی است. پدر، خواهر، مادر، بیاییم شما را به خدا قسم درست بکنیم ایمان ما رو، وگرنه اگر بد کنیم به خودمان کردیم. هر چقدر در این دنیا دارالمکافاته، کس نخواهد پشت من جز ناخن انگشت من، از مکافات عمل غافل مشو، گندم از گندم بروید جز جو. اگر امروز تو این دنیا گناه بکنید به خدا تو همین دنیا الله ذوالجلال جزات میده. بسیار دیدیم ما از اینها. کتابی هست به نام هر چه کنی به خود کنی. من نمیخواستم اینو بگم، حالا یادم آمد قصه بسیار زیبایی خیلی جالبه. این کتاب رو بخونید، هر چه کنی به خود کنی. قصه های مستندا نه مال گذشته، حتی اسم فامیل رو مینویسه. میگه جوونی عاشق یه دختر خانومی شد. امروز دخترها و پسرها ماشاءالله دیگه آزادی زیاد شده. تلفن ها الان، این موبایلا، این ابزار اهریمنی بسیار خطرناک شده واقعا. از این هر چی بگیم کم گفتیم. یک از کارشناسان آمریکا میگفت 2 تا ابزار خیلی خطرناکه: یک بمب‌های شیمیایی، هواپیمای بی 52 آمریکا، و دومش موبایله.
قبلا مردم میرفتن به لس آنجلس و بانکوک و تایلند، به کشورهای مرکز فساد اخلاقی، ولی امروز تو جیبشونه. فیلم مبتذل بخواد تو موبایل هست، آهنگ مبتذل، موسیقای مبتذل هایده و همیرا رو بخواد گوش کنه تو این آقا موبایل هست، عکسهای سیکس توش هست، اون چی که کثافات و لجن بخواید هست، اون چی که چیز پاکم بخواید هست. بعضی این جوونا رو ما میگیم موبایل تو بده، میگن نه 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 دست نزن جناب مولوی. چیه توش؟ چیزای واجور خطرناکه. تا ناراحت میشید میگه ناراحت نشید جناب مولوی، صدای سودیس هم هست روش. هی بی انصاف. راه رو بزن، چهار رو بزن، راه خدا رو میگه دست نده. صدای سودیس هم گذاشتم. چطور دلت میاد صدای قرآن رو تو این همه موسیقی مبتذل گذاشتی، تو این همه فیلم‌های مبتذل؟ واویلاست، خطرناک شده واقعا. ببین واقعا این کتاب رو قصه ای گفتم، هر چی کنی به خود کنی. میگه این پسر دختر عاشق این دختر شده بود، از طریق موبایل یا هرچی با هم دیگه قرار مدار گذاشته بودن. امروز میگن آقا بد نیست دختر پسرها با هم دیگه با هم قرار مدار بزنن صحبت کنن. بله صحبت کنن، اشکالی نداره، ولی چه صحبتی؟ یه دختر خانومی برام زنگ زد تو ماه رمضان، میگفت فلانی. گفتم چیه؟ گفت من روزی 1.5 ساعت تو ماه رمضان با دوست پسرم تلفنی صحبت میکنم، یه وقت روزم که باطل نمیشه انشالله. گفتم تو اگر روزی 5 بارم زنا بکنی فکر نمیکنم روزی تو یکی باطل بشه. البته معذرت میخوام قبل دیگه حرف بزنم، معذرت میخوام. گفتم چی صحبت میکنی؟ در مورد تعارفه؟ گفت نه اون به من میگم دوست دارم، عاشقتم، منم میگم فداتم، قربونتم. اون میگه چشمات اینطور، من میگم لبت اینطور، از این حرفا. گفتم اگه اینطوریست که دیگه روزه شما با اون بقیه برنامه باطل نمیشه. خواهرم این چه کاری تو داری میکنی؟ و اینجاست که پارک ها تبدیل شده به محلی برای دختران فراری، پسران قراری. دختران فرار میکنن، پسران قرار میزنن، یالا تا پدر و مادر خبر میشن میبینن 7 اولاد تو کوچه راه میره، نوشون پیدا شده. واقعیت دنیا رو فساد گرفته. من از روی دید دارم میگم، از روی شنو باور کنید دیدم اینا رو. درست نیست پشت منبر بعض مسائل گفت، ولی جامعه فاسد شده. هرچی این جوون به اون دختره میگه بالاخره با هم عمل زشت زنا رو انجام بدیم ما که ارتباطمون با هم نزدیکه، اون دختره میگه نه، از فرصت سوء استفاده کن. من باهات صحبت کردم ولیکن از راه مقدس ازدواج میتونیم با هم نزدیک بکنیم، لا غیر. هرچه اصرار میکنه بالاخره این پسره تهدیدش میکنه. گلگها زیادن دخترها، خواهر خانوما. الحمدلله تو این منطقه خوبه، بسیار خوبه، دخترها هنوز محجبن. وا ویلا به اون روزی که بی حجابی بیاد، وا ویلا به اون روزی که لباسهای 70 دست لباس سر عروسی خریده. به خدا یکی از اینها رو بعضی استفاده نمیکنن، میذارن تو صندوقا. زمانی که تو خونه است اون لباس پدر لعنت پارو پوره رو میپوشن که اگر به شلاق بزنی نمیپوشن. ماشاءالله وقتی یک کارت عروسی بیاد فلانی همراه خانواده دعوتی، این زن دیگه بعد صندوق رو باز میکنه، لباس میریزه بیرون، لوازم آرایشش رو از اول عروسیش استفاده نکرده. باور کنید پلو مهر، ولی فلانجا عروسیه دیگه روبرو آینه میره اونجا میکشه ژل، میکشه نمیدونم این قلم ماتیک، سرخاب، سفید کننده، براق. مثل مولانا روم یک قصه ای داره، میگه یک پیرزانی رو دعوت کرده بودن، حالا جوونا رو بذار که پیرزالا برداشتن. باور کنید یه جوونی فیلم آورد برام، گفت که سر پنجره مشهد دارن میفروشن، مجازه. گفتم چیه توش؟ گفت مقداری نگاش کن. گفتم مبتذل نباشه وقتی. گفت مبتذله، واقعیتش مبتذله. گفتم چی است؟ گفت سرود محلیه. نگاه کردم دیدم نمیدونم آن تربت جامی بودن، تربت حیدریه بودن، بالاخره خراسانی بودن. این خراسانی های بی انصاف داشت میزد میرسید، یهو دیدم یک پیرزال خدا گواهه که به نظر من از 60 که بالا بود، یک شال قرمز هم دوست داشت، یه رقصی میرفت که باید جوونا بهش میگفتن ای والله، پا میزنن جلوش. یک دو دور که رفت دیدم دخترای 15 18 ساله هم به رقص اومدن. این پیرزالی که مولانا روم میگه همین بود. نامه دعوت آمد فلانجا دعوتی، این پیرزال رفت روبرو آینه دید، واویلو هر چروکی تو صورتش از به اندازه یک شله. گفت اینها رو چطور گمش بکنم؟ رفت مقدار قدیم دوربر قرآن ها زرطلا بود، این دوربر قرآن رو برید.
دور برای قرآن رو میچسبون به صورتش که به اصطلاح دیده نشه. هی میچسبون، هی میافتاد قرآن، هی میچسبون تکای قرآن. آخر ساعت آخر شد، ناراحت شد، اینها رو کند، گفت لعنت بر شیطان. شیطان بلا فاصله حاضر شد گفت لعنت بر تو، به خدا قسم هر چی شیطان هست امروز آمدن جلوی تو گفتن ای والله ما شاگرد تو این پیرزن. اینطوریست. وقتی پیرزن ما اینطور باشه رو سرش بیاد تا وسط سرش، از جوانها چه توقعی باید داشته باشه؟ این بی‌حجابی به قدری متاسفانه وقتی یک جای دعوت بشن لباس مبتذل میپوشن که اگر همین شوهر زن خودش رو تو خیابون ببینه باور کنید اگه بشناسه میگه این هور کیه؟ این هور بهشتیه؟ یا میگه نه بابای جان محمد منم، مادر جان محمد. میگه توی ای بی‌انصاف، تو که تو خانه بوی فلفل و پیاز میدادی، این عطر دومرت و دنیا رو از کجا در آوردی؟ این عطر البخور رو از کجا آوردی؟ بابا این جهیزیمه. ای بی‌انصاف یه بار نزدی صافکاری رفتی اینطوری شدی؟ عجیب شده دنیا. اسلام میگه زن آرایشش، ماتیکش، حجابش، سرمش مال تو، شوهر تو خانه. ما میگیم نه، تا زمانی که جای ماست فقط پیازداغش مال ماست، نون پختنش، خمیرش، خمیرمایش مال ماست. بقیه وقتی تو کوچه و خیابون میره که با ناز و کرشمه ماشاءالله بگن زن فلانی اوه پوزه حایره و همیرا رو زده. عجیب شو. این حجابه، حجاب جامعه ما اینطوریست. برادر عزیز، اسلام میگه زن مال خودت، دختر حجابش، عفتش تو خونه، بی حیاییش، بی عفتیش برای دشمنان ارمغان بفرستید. ولی ما برعکس شدیم، کار نداریم. این دختر مسلمان گفت من فقط میتونم باید ازدواج کنم. این جوان تهدیدش کرد، گفت بلایی به سرت میارم که مرغای آسمان رو گریه بکنن. کتاب هر چی کنی به خود کنی، برید ببینید. میگه تعدادی از اراذل اوباش دوستای خودش جمع کرد، اینها همیشه با این دختر اگه صحبت میکردن کنار ساحل، یک جایی به نام شالیه اسمش بود الان یادم نیست، همیشه میرفتن اونجا. بعد گفت که پس مراسم ازدواج، قرارداد ازدواج رو میذاریم برای فردا کنار ساحل، آخرین صحبت ما رو میکنی، بعد هر کس بره براش. گفت اشکال نداره. این دختر باور کرد. از این طرف تعدادی اراذل اوباش رو پول داد، گفت فردا این دختر که آمد اینجا بلایی به سرش بیاد که مرغای آسمان براش گریه کنن. بگیرید اول نعوذ بالله خوب بزنید، با ایش 7 نفری زنا کنید و لخت مادرزاد رو حاش کنید اونجا. انسان خدا نکنه پس بشه. داستانهای واقعی است. اون اراذل اوباش آمدن صبح دیدن که برای دختر آمد، دنبال فلانی میگرده، اسمشون بره فلانی فلانی. این جوانها میرزن دور سرش، اینو خوب میزنن و سپس نعوذ بالله نعوذ بالله خاکم بردهان با این دختر عمل زشت زنا رو انجام میدن، اذیتش میکنن، آرامش روحی و روانش رو به هم میزنن. بعد ولش میکنن، صدا میکنن فلانی بیا، ما کاری که تو خواستی انجام دادیم. آمد اینجا، وقتی که دید دختر به چهره خوابیده، چهرهشو برگردون، ناگهان گفت ای پس فطرت نامرد کثیف ملول گفتن چیه این خواسته خودته؟ گفت نه این خواهرمه، خواهرمه. اون دختره بنا به علتی نیامد، خواهرش دنبال برادر میگشته، اینها به گمانی که همون سوژه است باش زنا رو انجام دادن. به خدا به هر دست بدی با همون دست پس میگیری. شاعر عربی میگه من کان یزلی فی بیت بألفی درهمی فی بیتی یزنا بغیر درهمی. هر کس به خواهر و مادر ناموس کسی با 2 میلیون تومان 200,000 تومان زنا بکنه، به خدا بدون پول و مجانی به خواهرش تجاوز خواهد شد. این واقعیت جوان. به چشم بد نگاه بکنی به نامرم، به والله قسم اگر دختر تو شیشه هم نگه داری، کسانی پیدا میشن به دختر و مادر تو هم نگاه کنن. این جامعه اسلامی همه خواهر و مادر من و تو هم. وقتی نگاه میکنی چشمتو برگردون، ز دست دیده و دل ارد و فریاد که هرچه دیده بیند دل کند یاد.
این چشم ها، این بی‌حجابی ها، این گناه ها و معصیت ها بیداد کرده، بیداد. فریاد و فغان راه انداخته سروران عزیز. به این برگردیم. ایمان که باشه اینها نیست. ایمان بود اون دختر نجات داد و عدم ایمان بود که اون دختر دیگر رو، برادر او رو به بلا انداخت. جوانان عزیز، این سه اهرم ایمان گفتم. اولین بهداشت قرآن، بهداشت روانی و فکری قرآن عظیم الشأنه که ایمان معرفی میکنه. دوم ارتباط با سرچشمه هستی و انجام اعمال عبادی تأمین کننده بهداشت روانی هست. وقتم گذشت، بحث منم موند. قرآن عظیم الشأن چه میفرماید؟ الا به ذکر الله تطمئن القلوب. آگاه باشید که قلوب مسلمان‌ها با یاد خدا آرام میگیرد. جالبه، دو جمله استنباط میشه. یک، فقط به یاد خدا دل آرامش میگیرد. دو، دل به هیچ چیزی دیگر آرامش پیدا نخواهد کرد. واقعیت اینه. و من اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا. عبادت های اسلامی است، طاعات و عبادات است که انسان را به اوج سعادت و خوشبختی میرسونه. آرامش و بهداشت روانی و فکری را برای انسان به ارمغان میارد. برای جناب حاج آقا نوشتن وقت هست. خب خدا رو شکر، وقت که هست همه چیز هست. ما هم انرژی ما خیلی خوبه. یک صلوات نعت بفرمایید. قرآن عظیم الشأن چی میفهمد؟ خوب اینو باز کنم. ارتباط با عبادات، اعمال انجام عبادی، نماز، ذکر خدا. به خدا قسم چنان روح و روان انسان رو آرامش میده، چنان استرس و اضطراب رو دور میکنه، چنان بهداشت روانی رو برای انسان به ارمغان میاره که با هیچ چیزی نمیتونه رو انجام بدید. من نوشتم اینجا، میگه در سال 78 79 بر روی 93 دانشجوی دانشگاه قم آزمایشی کردن، پژوهشی نشون داد که کسانی که نماز میخونن 99% کمتر استرس و اضطراب دارن از جوانای بی‌نماز. جماعت تبلیغ این گروهی بسیار بزرگ هر جا هست، به صورت تبلیغ نمیگم، به صورت یه واقعیت میگم که امروز جماعت تبلیغ یه حزب و یک نهضت بسیار بزرگی است. خودشون آمدن تعریف کردن، خودشون از پاکستان. میگفت ما رفتیم لندن، قلب انگلیس. جوونا خوب گوش بدن، میگه رفتیم قلب انگلیس، بعد اونجا گفتن که آقا شما پاکستانی هستید؟ گفتم بله. گفتن که یک جوون پاکستانی مقیم لندن هست ولی به مسجد و نماز نمیاد. الحمدلله به برکت کار جماعت امروز هلند 1 میلیون نفر جمعیت داره، 900,000 نفرش مسلمان شده. تو لندن، تو اروپا یه مسجدی به مساحت 19,000 متر مربع ساختن. خیلی عالی سا. کار نداریم. میگه گفتن که کجاست؟ گفتن تو کاباره آبدارچی رقاصه هاست. گفتن پاکستانی مسلمان؟ بله اسمش احمد نعیمه، احمد نعیم. گفتن آدرس کاباره رو بیدید، رفت اونجا دید بله جوان مسلمان کشورهای اسلامی رو، نماز و طاعت و قرآن همه رو رها کرده، اومده اینجا آب میده به رقاصه ها و خواننده های مبتذل. رفت جلو، گفتن باش اردو صحبت کردن، زبان مادریشو بلد بود. گفتن که چرا اینجا آمدی؟ گفت خرج ندارم، پول ندارم، مجبورم. بالاخره مقداری دعوتش دادن، گفت وقت نمازه، نماز ظهر یا نماز عصر، اینجا اجازه هست نماز بخونیم؟ گفت من نمیتونم اجازه بدم. رئیس کاباره اگه اجازه داد نمازتون بخونید، وگرنه نه. گفتن کجاست؟ گفت توی خونه شیشه ای. رفتن اونجا، گفت آقا اجازه است ما برای کی نماز میخونید هستن؟ گفت ما برای رضای الله، برای الله نماز میخونیم. گفت خدا و الله در مقابل این نماز به شما چی میده؟ از ما بپرسن چی میده؟ یه جوانی گفت خدا به ما بهشت میده. گفت آقا من بهشت قبول ندارم، تو میگی خدا به ما بهشت میده؟ بهشت چیزی نسیه است، نقدی بهتون چی میده؟ یه جوانی دیگه گفت خدا ما رو از جهنم نجات میده. گفت من جهنم هم قبول ندارم. هر کدوم یه چیزی گفت، قانع نشد. یکی از اون جوانها گفت خدای متعال توسط نماز یه واکسن روحی و روانی است، درمانی است. توسط نماز آرامش روحی و روانی رو به ما ارمغان میآورد. گفت احسنت. گفت باور کنید من نیازی ندارم بیام تو این کاباره بشینم، من چند تا ویلا، آپارتمان، ساختمان، باغ، نمیدونم فلان دارم، روزانه به همه اینها گشت میذارم که 1 ساعت حداقل آرامشمو پیدا بکنم، ولی آرامش نداشتم.
آرامش پیدا نکردم. ولی به والله قسم همین لحظه ای که شما نماز میخوندید من از پشت شیشه نگاه میکردم، شما نماز میخوندید من به آرامش رسیدم. چه میشه که من خودم نماز بخونم؟ گفت اشکال نداره. مقداری ارکان نماز رو گفتن، رفت غسل زد، آمد نماز رو خوند. گفت که چیکار کنم؟ گفت با ما تشکیل بشو. حرکت کرد، کاواره رو تعطیل کرد، رفت 1 سال قسم میخورد خودشون 1 سال نقد اسمشو در راه خدا و جماعت تبلیغ نوشت. سال آینده که برگشت، همون الان در لندن همون کاواره تبدیل شده به مسجد جامع بزرگی شهر لندن. سرور عزیز، به خدا قسم نماز واکسن روحی و روانی است. امروز یک جوانی که نماز میخونه صبح بلند میشه اصلا استرس و اضطراب نداره، راحته، مشکلی نداره. اگر زنده باشه، اگر مشکلی براش بیاد نمازش خونده. ولی کسی که نماز نمیخونه هر لحظه در تزلزله، هر لحظه در اضطراب است که مبادا ملک الموت بیاد مچ دستشو بگیره هیچ چه بارش نیست. یه رکعت نمازم نخونده، تراویح، رمضان هیچ کدوم انجام نداده. کار ندارم. این دومین عامل انجام دادن عباداته که عبادات اهم از نماز، روزه، زکات، هر چی که هست، اینها آرامش روحی و روانی رو برای انسان به ارمغان میاره. و سومی و آخریش پاکسازی و بازسازی روح و روان است. این خیلی مهمه. پاکسازی و بازسازی. پاکسازی توسط توبه بزرگترین اهرم برای آرامش روحی و روانی و فکری است. کسی که از گناهان توبه بکنه، باور بکنید استرس و اضطراب با معصیت و گناه ازش دور میشه. جوانان عزیز، معصیت و گناه استرس و اضطراب رو به هم میزنه، ولی توبه و رجوع و انابت به سوی خدا استرس و اضطراب را دور میکنه و بهداشت روانی رو برای انسان به ارمغان میاره. این خدایی که توبه رو برای من و شما به ارمغان آورده در حدیثی میفرماید، خود الله ذوالجلال، حدیث قدسی است، میگه بنده مسلمان من، بنده من هر موقع که از یاد خدا غافل میشود و 2 مرتبه به علتی میخواد برگرده، به خدا قسم من الله به قدری خوشحال میشم، به قدری خوشحال میشم که در اون لحظه هیچ یک از بندگان هر چقدر مال بهش برسه اونقدر خوشحال نخواهد شد. لله افرح به توبه العبد من ذلک الرجل. خدا نیاز داره به توبه ما، نه جوان. این توبه بزرگترین ارمغان الهی است برای کسانی که از خدا غافل شدن، برای کسانی گناه کردن در بدترین لحظات. حضرت عمر فاروق رضی الله عنه از کوچه های مدینه رد میشد، ناگهان یه جوانی یه خم، یه مشکیزه پر از شراب دستش بود، داشت میبرد برای بقیه جوانها توزیع کنه. چشمش که به عمر افتاد، نه راه فرار داشت نه راه ایستادن و مکث کردن. اگر فرار کنم عمر میفهمه، دنبالم میکنه، 80 ضربه شلاق منو میزنه. اگر وایستم هم دستگیر شدم، ولی واستم هر چی شد بلکه عمر سوال نکنه، رنگم نپره. خودش شجاع گرفت، السلام علیکم امیرالمومنین. عمر علیک السلام گفت. عمر خیلی فراست داشت، از چهرهش خوند که چه خبره. گفت که در داخل مشکیزت چیه؟ دست پاش به لرزه افتاد. گفت خدایا یک لحظه من رسوا نکن. گفت عمر داخل مشکیزم سرکه است، داخل این مشک سرکه است. گفت بده اینجا تفتیش کنم بازش کنم. عمر خودش پلیس 110 بود، شوخی نداشت. بتن در خدمت خلقم، بجان در خدمت جانم. همین یک نکته آموختم ز فاروق سپهسالار. شبش 3 قسمت کرده بود، 1 قسمت برای گشت زنی، 1 قسمت برای عبادت، 1 قسمت برای خوابیدن. شبها تا صبح چشم به راه ایران دوخته بود که ببینن از ایران یک خبری بیاد که آیا جوانای ایران مسلمان شده یا نه. حالا جوان ایرانی به فکر عمر نیست. گریه میکرد. گفتم چرا گریه میکنی؟ گفت سرزمین ایران ناهمواره، میترسم گوسفند ایرانی به زمین بخوره و پاش بشکنه. ولی امروز جوان ما از تکه تکه شدن قلب عمر پروایی نداره. اون برای نابودی گوسفند ما گریه میکرد، ولی ما امروز سر عروسی ها با شراب، با تریاک، با موسیقی جگر عمر رو داریم خون میکنیم.
به خدا جگر رسول الله رو داری خون میکنیم پروایی نداری. میگه به عشق تو بکن جوون، حال تو بکن، ولش کن حرف این ملاها رو. برای ما چی میرسه غیر از اینکه حنجره ما از دست بدیم، غیر از اینکه زحمت سفر رو متقبل بشیم؟ کاری دیگه نیست. ولی این دل ما میسوزه به خدا که این جوون ما شب اول عروسیشو با ارگ و گرگ، ارگ نیست گرگه، گرگ هم نیست که گوسفندو بدره، این گرگ ایمانها رو میدره، این گرگ ناموس و شرف رو مورد حملات قرار میده، بی‌حجابی رو، عفت و پاکدامنی رو از بین میبره. این ارگه. عمر رضی الله عنه گرفت از دستش. این جوان یه لحظه توبه کرد، گفت خدایا یه بازگشت، یه فرصت. جوون برای هر یک از من تو این وضعیت پیش آمده، قطعا پیش آمده، ولی خدا مچ دست ما را گرفته، ما رو رسوا نکرده. گفت خدا یه فرصت، تو رو خود به ذاتت قسم همین امروز آبروی منو جلوی عمر نبر، به عزت و جلالت و به کبریایی و جمالت و به عظمت و کمالت قسم که لب به شراب و تریاک نخواهم زد، لب به معصیت و گناه نخواهم زد، دستم و تو دست تو قرار خواهم داد و از تو جدا نخواهم شد. حضرت عمر رضی الله عنه رو گرفت، سرشو باز کرد. یک حرکت دیگر این جوان دلش تکون خورد. عمره ایران و روم میلرزه چه برسه به این جوان، جوانی که گناه میکرد در مقابل بندگان رحما و بینهم خیلی مهربان بود. عمر خدا خدا میکرد، زجه زجه میزد، ای خدا و ای خدا رحم کن بر عمر رفته بر جفا، یا کریم العفو ستار العیوب، انتقام از من مگیر اندر ذنوب. خدایا تو که انتقام گیرنده نیستی، تو که عفوی، تو کریمی، تو رحیمی، تو عظیمی، تو نماینده فضلی، تو سزاوار ثنایی. عمر گفت لیوان بده که بریزم. دو مرتبه قلبش به شورش افتاد. همین که لیوان ریخ دید که تمام شرابها به برکت توبه اون جوان تبدیل به سرکه شده است. جوان مسلمان، من اومدم اینو بگم که بیاییم توبه کنیم تا خدای متعال شراب معصیت ما را به سرکه عبادت تبدیل کنه و این کار رو میکنه. الا من تاب و آمن و عمل عملا صالحا فاولئک یبدل الله سیئاتهم حسنات. هر کس که از صدق دل توبه بکنه و برگرده، الله ذوالجلال تمام بدیهایش را تبدیل به نیکی میکند. امروز از صدق دل توبه بکنیم تا خدای متعال عبادتهای ما را درجه افضلتر و سیئات ما را تبدیل به عبادت بگرداند و این کار شدنی است. با توبه و مراجعه به سوی خدا. جوان تا کنون کردی چنین اکنون مکن، تیره کردی آب را افزون مکن، هرچه بر دل داری از رمز و مکر و رموز، پیش حق پیدا بود مانند روز، لطف حق با تو مواساها کند، چون که از حد بگذری رسوا کند. لحاظا جوانان عزیز، بهداشت روانی، بهداشت فکری و مبارزه با فشارهای روحی و روانی فقط با این سه چیز ممکنه. پیش روان پزشک ها، پیش متخصصین برید، ولیکن معنویت و روح روان فقط در پرتو ایمان به خدا، عبادت و توبه مهمه، لا غیر. فقط پیشگاه قرآن که قرآن به دل فسرده جان میبخشد، از پرتو خود جان به جهان میبخشد. این معجزه رسول پاک عربی حقا که حیات جاودان میبخشد. بله، بسیار خرسند و خوشحال شدم از اینکه در خدمت شما برادرای بزرگوار و بی‌ریز علمای بزرگوار و مکرم شرف و حضور پیدا کردم و معذرت میخوام در محضر این عزیزان گستاخی کردم. واقعا بیش از حد صحبت کردم، شما رو دوست داشتیم، مسافت بسیار تقریبا طولانی رو طی کردیم. امشب ما در سنگان خاف چنین مراسمی داریم با شکوه الحمدلله، ولیکن و اما
آمدیم چند تا قولم از جوونا بگیریم حداقل. اینطور بی انصافی است که 1.5 ساعت من صحبت بکنم هیچ بیش حرکت کنیم و بریم. شوخی نیست جوونا. از ما انرژی گرفتید، از شما هم انرژی میخوایم، از شما هم قول میخوام. 5 قول رو میخوام مصمم از همه دوستان برادرها و خواهرها بگیرم. 1 برای عبادت. جوانایی که قول میدن توبه نسو بکنن دستا رو برن بالا ببین چند نفره. قول دادی ها ماشاءالله. این اولین قول. قول دوم جوانایی قول میدن از این به بعد بیج عنوان و تحت این شرایط نماز فرض و قضا نکنن ان شاء الله، که نماز فرض ماشاءالله واکسن ها. گفتم تو دانشگاه قم روی 91 دختر دانشجو آزمایش کردن. اونایی که نمازخون بودن استرس و استراب نداشتن، واقعا هم نداری. سوم قول سومی که جوونا میدن، اونایی که قول میدن ریشه ساز و ارکستر تو این منطقه برای همیشه بخشکه دستا رو برن بالا ان شاء الله. قول دادید، فرشته ها نوشت بالا، کار ندارم خودتون. چهارم اونایی قول میدن برای اولین بار حداقل 3 روز به جماعت تبلیغ شرکت کنن. اونایی قول نمیدن دستاشم تو پایین باشه. اونایی قول میدن 3 روز ماشاءالله بالا بالا بالا، زود پایین نیاره. 3 روز چیزی نیست میذاره ان شاء الله. چند تا شد؟ 4 تا. اونایی که قول میدن دور دوستای ناباب خط بکشن، هر چه دوست نابابه بریزن بیرون دستا رو برن بالا. دوست ناباب داشتید همتون؟ نه نداشتید. داره که عزم جزم شده که جوانایی که داشتن. و اونایی که قول میدن تو این موبایلشون هرچه آهنگ لجن هست، عکس‌های مبتذل هست. من آهنگای خیلی خوبی دارم، آهنگای اسلامی براتون بلوتوث میگن. البته الحمدلله تو این منطقه میگن موبایل نیست. خب خدا رو شکر واقعا نیست. اگرم هست اونایی قول میدن هرچی که آهنگ ها و موسیقی ها و عکس ها و فیلم های مبتذل است همه رو پاک کنن تا من برای بهتری آهنگ ها رو بدم دستا رو برن بالا چند نفر ان شاء الله. جزاکم الله خیر. و یه قول دیگه هم اونایی که ان شاء الله قول میدن خواهران، دختران، مادران رو، خود مادران هم اونجا دستا رو برن بالا ان شاء الله. حجاب رو در ریشه جامعه ما نهادینه بکنن و شالوده حجاب رو بنیادی بکنن و جلوی بی حجابی مستقیم وایستن دستا رو برن بالا. این خوب دستا رو برن بالا. این دیگه ماشاءالله هر چه هست بشکنن. واقعا من توی منطقه رفتم قول دادن جوان‌ها همه سیگاراشون رو خورد کردن. تعداد همونجا قسم می‌خورد. تعداد جوان‌ها آمده پیشم گفت ما دیگه سیگار نکشیدیم. حالا اونایی که مردانه قول میدن فیلم‌های مبتذل اگر احیانا هست بشکنن همین امروز دستا رو برن چند نفر ان شاء الله.